دادگاه مسکو بازداشت دو فوتبالباز لیگ عالی روسیه را برای 2 ماه تمدید کرد. الکساندر کاکورین و پاول مامایف با حمله‌های خشونتبار متهم می‌شوند. این 2 نفر تا 8 دکبر در بازداشت خواهند بود. روز چهارشنبه پلیس مسکو در رابطه با حمله‌های فوتبالبازان پرونده جنایی باز کرد. نشر نوار از دوربین‌های کوچکی مسکو که در آن فوتبالباز دسته زنیت سنت پتربورگ کاکورین، فوتبالباز دسته کراسنودار مامایف و همراهانش نفر را لطوکوب می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی پهن شده باعث واکنش‌های غضبناک گردید. بعداً معلوم شد که این گروه در یک آشخانه مسکو 2 شخص دیگر را هم لطوکوب کرده است. ایگور بوشمانوف وکیل مدافع مامایف میگوید زد و خورد با تشبس یکی از قربانی ها سر زده بود و حالا مامایف میخواهد با او روبرو ملاقات کرده از وی معذرت خواهد. نه من و نه پاول مامایف تا حال امکان نداشتیم که با جانب مقابل گفتگو کنیم. امروز میبایست ملاقات روبرو دایر گردد ولی با گناه ما این واخوری به تاخیر گذاشته شد. ما میخواستیم در این ملاقات از جبر دیده معذرت خواسته مسئولیت این حادثه را برداشت گیریم. هرچند این حادثه طبق اسناد پرونده با عیب خود جانب دعوا سر زده بود. کاکورین 48 دفعه زیر پرچم منتخب فوتبال روسیه هنرنمایی کرده است ولی سال روان اثنای جام جهانی فوتبال زخمی بود و نتوانست در این مسابقه شرکت ورزد. مامایف باشد 15 دفعه در قوازمایی‌های منتخب فوتبال روسیه شرکت کرده است. از احتمال دور نیست که دسته‌های زنیت و کراسنودار بر ضد کاکورین و مامایف اقدام‌های مأموری روی دست گیرند.